با درمان‌های مؤثر برای نیش زنبور با شما هستیم. میزان درد ناشی از نیش زنبور عسل به فاکتورهای مختلفی بستگی داره، مثل نوع زنبوری که شما رو نیش زده یا محل گزش، به این معنی که قسمت‌های مختلف بدن میتونه درد کمتر یا بیشتری رو ایجاد کنه و گفته میشه ورودی بینی بیشترین درد رو در هنگام گزش داره. و یا میزان حساسیت شما به زهر اون نوع زنبور به خصوص که میتونه زنبور عسل باشه یا زنبور زرد یا زنبورهای کوهی قرمز. به یاد داشته باشید نیش زنبور میتونه دردآور و خطرناک باشه. برخی از مردم به شدت به نیش زنبور حساسیت دارن و آمارها نشون میده که 40 تا 50 نفر در سال مورد حمله کشنده زنبور قرار میگیرن که این میتونه باعث کشته شدن اونها بشه. درمانهای طبیعی برای نیش زنبور. برای درمان نیش زنبور ابتدا باید بقایای نیش زنبور رو در محل گزش پیدا کنیم. اگر این کار رو انجام ندیم نیش زنبور به آرامی به رهاسازی زهر در بدن شما ادامه میده و شرایط و درد رو بدتر و بیشتر میکنه. شما میتونید به کمک یک موچین نیش رو از پوست خارج کنید یا اینکه باید قسمت‌های دور محل نیش رو به بیرون فشار بدیم تا نیش به آرامی از پوست خارج بشه. محل گزیدگی ممکنه برای مدتی ملتهب و دردناک باقی بمونه. شما میتونید با کمک کمپرس یخ التهاب و درد رو کم کنید و یا از ترکیب جوش شیرین و آب استفاده کنید. کافیه مقداری جوش شیرین و آب رو با همدیگه ترکیب کنیم تا خمیر نسبتاً با قوامی به دست بیاد. به جای آب در این ترکیب میتونیم از سرکه هم استفاده کنیم که میتونه در خارج کردن زهر زنبور تا حدودی نسبت به آب مؤثرتر هم باشه. این خمیر رو روی محل گزش و ناحیه دور اون قرار میدیم و این ترکیب به کاهش درد و تورم خیلی کمک میکنه. راه حل بعدی پیشنهادی ما خمیر دندون هستش. خمیر دندون از جمله راه‌های آسون برای درمان نیش زنبور در خونه است. خمیر دندون اسید سم رو خنثی میکنه و میتونه از درد و تورم به سرعت جلوگیری کنه. و در نهایت آخرین پیشنهاد ما عسل هستش. عسل از روش‌های عالی برای درمان نیش زنبورهای عسل و زنبور زرده، چرا که آنزیم موجود در عسل سبب خنثی شدن سم زنبور شده و در عرض چند دقیقه التهاب و ورم و درد نیش زنبور به کلی خوب میشه. به علاوه عسل داره خواص ضد باکتری هم هست که از ایجاد عفونت جلوگیری میکنه و برای درمان نیش زنبور با استفاده از عسل میتونیم به این شکل عمل کنیم که مقداری عسل رو روی محل آسیب دیده قرار بدیم و بعد از نیم ساعت یا بیشتر که عسل خشک شد محل گزیدگی رو با آب ولرم بشوریم. ممنونم از شما.